شنوندگان خدای مهربان، سلام. برنامه نوبت کتابخوان است و مهمانی امروز در برنامه ما استاد شادی محمد صوفی‌زاده، پروفسور، دکتر و نفری که چون در برنامه قبلی یادآور شده بودیم درباره می شراب در ادبیات فارسی تحقیقات انجام دادن و این تحقیق من فکر میکنم که در تاریخ ادبیات ما، در تاریخ ادبیات معاصر ما یگانه است. استاد سرآغاز بگوید که چی باعث شد که شما به چون یک موضوع بسیار بحث برانگیز دست دادید؟ وقتی که من دوره تجربه آموزی در انستیتوت شرقشناسی اکادمی علم‌های SSR در شهر مسکو پذیرفته شدم، من باید موضوع علمی انتخاب میکردم و با مصلحت دوستان کلانسال و تجربه دارم من موضوع درباره ساقی‌نامه‌های فارسی در عصرهای 16 و 17 همچون رساله علمی انتخاب کردم و از همان سال به تحقیق همین ساقی‌نامه‌های فارسی شروع کردم. از سبب آنکه در ساقی‌نامه‌های فارسی یکی از ابرزهای اساسی ساقی و می هست، همین مفهوم می، تصویر می یا ابرز می دقت مرا به خود بسیار جلب کرد. سال 1990 به این جانب و پژوهش همین مفهوم در تاریخ فرهنگ ما، در تاریخ ادبیات ما، در اندیشه گذشته و امروزمان تحقیق کردم و آن کتابی که روی میز شما هست محصول همین کار است که به زبان روسی من این را نگاشتم چون که رساله دکتری من بود و حاضر من کار کرده استادم از روی بخشی تاجیکی این کتاب که این کاملا چیزی دیگر هست که از این وریانت روسیش فرق میکند و امید دارم که تا آخر سال من این پژوهش خودم را در شکل کتاب به اهل علم و فرهنگ و ادب پیشکش کنم. تار و خیام و حافظ و اینها در میدان ادبیات بیایند و در این موضوع سرایند و قبل از اون که تمدن اسلامی وارد جامعه جهانی شود، پیش از اونم در این موضوع ها به فکرم بود حرف و سخن و یعنی که در همون گفته ها و نوشته ها. شما فکر میکنید که این از تأثیرناکی خودی همین ماده اگر بگیم همین آب، همین شراب مواد است یا این جنبه های دیگری معنوی هم داشت که یکسره توجه شد چی در دین ها، چی در نوشته بشر و چی در عام و خاص؟ یعنی چی بود به اندیشه شما این تاثیر چی بود؟ انسان یک مخلوقی اندیشمند، مخلوقی که همیشه نیاز و تلاش به زیستن دارد و همیشه کوشش میکند که زندگی آزاده و آزادانه و پر از شادی و سرور داشته باشد. و من در همین پژوهش خویش متوجه شدم که از نخستین روزهایی که انسان خودش را شناخت کوشش میکرد که به خوشگذرانی زندگیش را سازمان دهد. خودتان میدانید که روزی سخت، بدبختی، غم، غصه چقدر انسان تلاش میکند که حتی امروز انسان تلاش میکند که از این چیزهای حالتهای روانی دور باشد و محض همین تلاش به خرسندی و شادی بود که در زندگی ما همین باده، نوشابه های مست کننده، نوشابه های خمار آورنده، نوشابه های تسکین دهنده در زندگی ما مقام پیدا کند. حتی در دوره میترائیسم که قبل از زردشتیه بود، همین رسمی باده‌نوشی، باده‌گساری و استفاده بغیر از باده و باده‌نوشی و استفاده از گیاه ها، از عصاره گیاه ها، از فشرده گیاه ها، تولید کردن نوشابه های مست کننده، تسکین دهنده در زندگی مردم خیلی رایج بود. در یک زمان معین
در یک زمان معین حتی در به گفته عالمانی که به پژوهش زردشتی مشغول هستند، در دوره های اولی ترویج زردشت کوشش میکرد که تحریم کند، یعنی حرام برشمارد این باده های مستی آور رو. لیکن در زندگی آدمان، در زندگی جامعه، اینها اینقدر جایگاه داشتند، جایگاه وسیع داشتند که وی نتوانست علیه این میل و خواسته ها و نیازهای مردم مبارزه کند و مجبور شد که در گاتها قسمتی بعدی اوستا هست، در گاتها یکی از بخش‌های اساسیش را با نام هومیشت بنگارد و در این هومیشت هم گیاه مقدس است و هم الهه است و گیاه مقدسی است که عصاره وی را می فشردند در عبادتگاه ها و هنگام فشردن عصاره از این گیاه سرودها به وصف وی خوانده می شد، قصیده ها خوانده می شد، اگر به اصطلاح ادبی گویم سرودها خوانده می شد و در اطراف همان جایگاه مخصوص بود برای فشردن این گیاه را می گرفتند و دور مردم می نوشید و از ستایش از خداوند می کردن، از آفریده های خداوند می کردن، ستایش از هم می کردن. همین انعنه بود که آهسته آهسته با ضعیف شدن آیین زردشتیه در بین مردم رواج پیدا کرد و از جانب گوسانها این در فرهنگ فرانسوی با نام منسترل مشهور هستند. گوسانها یا قوالها که دوره مسلمان اینها را قوال میگفتند، آدم هایی که دهه به دهه گشته سرود میخواندند، افسانه ها میخواندند، قصه های قهرمانی میخواندند، یعنی تئاترهای کوچگی بودند که به همین واسطه همین ابرزهایی که در همین عبادتگاه ها به وصف نوشابه های مستی آور خوانده می شدند، آهسته آهسته به زبان ادبیات مردمی و فولکلور وارد گردید و آهسته آهسته این رو من از همان روز میترائیسم آهسته آهسته تحقیق کرده آمدم و در شاهنامه فردوسی و در دیگر قصه ها و روایت های مردمی همین مفهوم خیلی جایگاهی وسیع گرفت. حتی در شاهنامه یکی از قهرمان هایی که بسیار جایگاه گرچنده درباره وی کم گفته شده است، اون هم نامش هوم هست که در کوه دماوند هست و در یک لحظه بسیار دشواری تاریخی که سری مردم ایران، سری کشور ایران یک خطر می آید و او را دعوت می کنند و افراسیاب را دستگیر می کنند و به همین واسطه این خطر را دور می کند از سر دولت. یعنی همین چیز آمد وارد گردید به ادبیات ما و از سبب آنکه این انعنه بسیار رایج بود، با آغاز گردیدن شعر فارسی از دوران قبل از رودکی و دوران رودکی در دوره سبک خراسانی ما، یکی از ژانرهای ادبی بسیار رایج، بسیار معمول، ژانر خمریات هست که این را شعر باده میگویند، یعنی اشعاری که به می و باده گساری بخشیده شده. در زمانی که اسلام واردی جامعه بشر شد و خود قرآن هم وقتی که قرآن کریم هم که تحریم کرد، یعنی دوره به دوره، یعنی بار اول تحریم کرد، بار دوم تحریم کرد و اومد بار سوم قطعا این رو برای پیروانش تحریم کرد. بحثی اصلی در جامعه ما این است، یعنی تا اون زمانی که از جانب قرآن تحریم شد و جامعه‌ای که مثلا همون شاعران ما، ادیبان ما، مخصوصا اونهایی که در سمت عرفان بودن، در اوج خلافت‌های اسلامی
тарбия ёфтану шеър навиштанду ба камол расиданд. ва бештари суоли бинандаам ин аст ки чаро дар ин замон ки масалан хилофат ҳукмфармо буд, қонунои шариат ҷорӣ буд, чӣ зарурат дошт ки ин бузургон агар мехостанд тамсил бизананд, агар мехостанд воқеиятро бигӯянд, ин қадар аз маю бодаву шароб дар навиштаҳошон ёдоварӣ шуданд? аслитарин омилиш чӣ буд устод? ҳамине ки мегӯед таъсири он аз гузашта буд ё чӣ омилҳои дигар ҳам дошт дар ин замон? اینجا چند عامل است. یکی از عامل‌هایش این است که اصلا ادبیات، تشکل ادبیات یک روند مستقیم است، یک راه است، یک عنعنه است که شما از آن بیرون بوده نمیتوانید. نوابسته به تاثیر دین و آیین ها، نوابسته به تاثیر دین و آیین ها، لیکن با آمدن ایدئولوژی های نو، اندیشه های نو، دین های نو، همین چیزها، همین مفهوم ها دگردیسی می شوند، یعنی ترانسپازیرویوتسا، ترانسفرماتسی می شوند اگر به روسی بگوییم. یعنی ببینید وقتی که اسلام وارد زندگی ما گشت، ببینید یک دوره بسیار عجیب از دوره سامانیان تا دوره غزنویان، یک دوره بسیار عجیب داریم با نام دولت سامانیان، دوره سامانیان، دوره طلایی ملت که چگونه علم، دانش، فرهنگ چگونه رواج داشت و بسیار عجیب بود. و با آمدن اندیشه های عرفانی که متاسفانه این کار از نتیجه همین بدبختی های سیاسی ما بود که به سر دولت های ما آمد. با آمدن مغول ها اندیشه بیدار و زنده ملت متاسفانه غیر فعال شد، تا جای خاموش شد، یعنی خاموش شد، از وی استفاده نبردن. مثلا شما کالاتون وقتی که بازار میبرید در بازار خریدار ندارد وی ویران میشود، شما دفعه دیگر نمیروید. تمام اون چیزهایی که دستگاه های علمیه که مثلا علم هایی که دوره اسماعیل سامانی، دوره سامانیان رایج بود، ابو ریحان بیرونی و ابوالفضل بعلمی و دیگر ابو علی بسی، اینا دیگر مثل همین ها اندیشه ها ماندن بدون استفاده و همین اندیشه ها خودشان را زدند در همین شناخت الهیات و مسئله های الهیات. ببینید که در همین تاریخ گذشته ما درباره توحید و وحدت، درباره مفهوم توحید و وحدت ده ها رساله های بسیار بزرگ نوشته شد. شما تصور کنید که اگر همین آدم ها همین توانایی ذهنی خودشان را برای تولید یگان علم های دقیق، علم های درست اگر صرف میکردن، ما چی زندگی می داشتیم. و یکی از عالمان ایرانی امروزه که من خیلی احترامشان میکنم میگوید که این دوره بیماری ملت ما هست، این شیزوفرنی تاریخی ما بود که بجای آن که ما تلاش کنیم که زندگی واقعی مردم را توسط دانش‌هایمان درست کنیم، ما درباره توحید و وحدت ده ها رساله نوشتیم. حالا که می شود با یک جمله این را خلاصه کرد، افاده کرد که همین توحید و وحدت این یگانگی خدا است. استاد ببینید با یک بحث دیگر، چون که از این نوشته شما من با وجود که درباره شیخ عطار و مثلا سعدی و حافظ و اینها، یک گروه از جامعه سنتی ما یا که روحانیان ما از اینا مثل یک شیخ، یک اولیاها و یک دانشمندها حتی فقیهان دین اینا رو حساب میکنن. اگر از این زاویه با واردی شعر و نوشته های این بزرگان شویم، پس مجبور میشیم بگیم که اینها نظرشون شراب واقعی نبود. خب دیگه همین خیلی تفسیر میشد. اگر گویم که نه، اینا آنچه که در سروده هاشون بود تقریبا چیزی واقعی بود، پس روحانیت اینها زیر سوال میره. و در بین همین دو اندیشه ما کدومش
استاد ما قبول کنیم و نظر شما به کدامش بیشتر نزدیک است؟ شعر ما ذاتاً یک خاصیتی دوسویگی دارد، دوگانگی دارد. شعر ما را میتوان از جهتی هم از جهتی دنیویت شرح کرد و هم از جهتی دینیت. یعنی وابسته به آن بینش ها، وابسته به آن دانش هایی که خودی خواننده دارد، میتواند از شعر برداشت خودش را کند و کدام از این برداشت ها درست است. آن برداشت درست هست که وی قانع کننده است. مثلا ده ها شرح شما میخوانید، مثلا حافظ ببینید، حافظ مثلا مولانا، ده ها شرح های گوناگون هستند و آن شرحی که شما را قانع میکناند، شما آن را بپذیرفتید، آن شرح برای شما قابل قبول هست، اون درست است. برای آنکه مسئله هایی که در این اشعار شاعران عارف ما گذاشته می شود مسئله های صاف انتزاعی هستند، یعنی ابسترکتی، درباره مسئله های متافیزیکی، مسئله هایی که ما و شما آنها رو به چشممان نمی بینیم و تنها در تصوراتمان هستند و هر چیزی که در تصورات ما هست و آن خیلی شرح پذیر است، شرح پذیر است. اما ببینید عرفان، این شناختی این ادبای ما، من بسیار افسوس میخورم که ما با گذشته خودمان، علل خصوص با این شخصیت ها و وقتهای آخر من میبینم که مناسبت ما با مولانا جلال الدین رومی هم همین خیل شده است که ما از اینها یک شخصانی مقدس میسازیم. بعد از آن که عبدالرحمن جامی گفتند که مثنوی، معنوی، مولوی هست قرآن در زبان پهلوی، حاضر هم من بسیار مشاهده میکنم که مناسبت ما با ادبیات گذشته ما با همین شخصیت ها مثل سنایی، مثل عطار، مثل مولانا یک مناسبتی تقدیس کننده است. یعنی ما از اینها یک آدم های را می سازیم که اصلاً باید نظر انتقادی به آنها نداشته باشید و یک همچون یک چیز مقدس به آنها مراجعت کنید. بدبختانه این بسیار بسیار خوب نیست، بسیار بسیار خوب نیست، چون که تا جایی که ما میدانیم امروز چرا علم اروپایی، علم غربی پیش رفته است، آنها یک روش بسیار عجیب دارند با نام اندیشه انتقادی، تفکر انتقادی، تفکر critical thinking. یکی از روش های بسیار مهم است که در تمام دانشگاه های غرب همین علم را می آموزند که چگونه باید نظر انتقادی پیدا کرد، چگونه نظر انتقادی پیدا کرد. در اروپا یک نفر، یک دانشجو، نمیدونم یک عالم، وقتی که میخواد افلاطون رو انتقاد میکند، نمیدونم سقراط رو انتقاد میکند، نیچه و کانت و ایبرات و گیوتو رو به چالش میکشد، چیزی در جمع رخ نمیدهد، نظر شخصی داشت. ولی اگر من بیام بگم که در اینجا حافظ خطا کرد، در اینجا مولانا خطا کرد، در اینجا نظر اسنو به این نبوده که یک دانشمند، چرا ما همگی با اون میچسبیم و میگیم که تو داری کار غلط میکنی؟ این از کجا شروع میشه دوستان به فکر شما؟ این چرا متاسفانه اینقدر تعصب میکنی با اون نفرانی که این کار رو میکنن؟ این همین عدم اندیشه سالم و بسیار محدود بودن وسعت بینش، آگاه نبودن از روش های درستی شناختی شخصیت های اندیشمند و نبودن همین critical thinking، نبودن همین critical thinking. بینید بیکن یک چیزی بسیار عجیب دارد. بیکن میگوید که در اندیشه بشریت 4 مشکل وجود دارد که من اینجا برای خودم یادداشت کردم. خوب مرحبا. یعنی 4 بت هست که اگر انسان این بت ها را نشکند متاسفانه به یگان چیز
نایل شده نمیتواند. و یکی از همین بت‌ها 4 بت است و میگوید که بت‌های قابلی، بت‌های کف، بت‌های بازار و بت‌های تئاتر. یعنی همین بت‌های تئاترش برای ما در این مسئله که ما و شما صحبت میکنیم بسیار عجیب است. میگوید که شما ببینید که به همه چیز باید شما نظری شخصی خودتان را داشته باشید. شما پیروی نکنید. به همه چیز تنها به ذهن خودتان، به اندیشه خودتان، به فکر خودتان تکیه ورزید. زیرا همه گونه پیروی از پس دیگرها رفتن است. چرا تا امروز میگوید اینقدر 100 ساله ها گذشته است، ما تا امروز به ارسطو، به گذشتگان تاکید میکنیم. آیا شما توان ندارید که در خودتان ارسطوی خودتان را تبدیل کنید؟ یعنی اندیشه خودتان را، اندیشه زاینده خودتان را داشته باشید. و به همین مضمون اینو ببینید که حتی در زمان پیش ما کی گفته بود، مولانا فرموده بودند که منگر به هر گدای که تو خاص سزان مایی، مفروش خیش ارزان که تو بس گران بهایی، با عصا شکاف دریا که تو موسی زمانی، بدران قبای مهرا که زنوری مصطفایی. بعد میروند میگوید که بگسل زب اصولان، مشنو فریب غولان، که تو از شریف اصلی، که تو از بلند جایی. یعنی تو خودت هستی، تو تکیه نکن، تو کوشش کن مثل موسی شو، کوشش کن از برتر از عیسی شو، کوشش کن از اسفندیار، تکیه نکن به اینها. تو آن چیزی که در خودت داری از تمام این چیزها نیرومندتر است. تو از آن استفاده کن. نیروی تو اصلا محدوده چی ندارد. تو فقط به خودت باور کن و به خودت تکیه کن، دید خودت را داشته باش و اندیشه خودت را داشته باش. چی زیبا میگوید اقبال لاهوری خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید بود. ببینید چقدر جالب در دو مصرع این که میگوید که شما تقلید کردن، پیروی. خب پیروی از یک چیزی خوب کاری بد نیست استاد، ولی اینکه همیشه تقلید کورکورانه به یک اندیشه، به یک فکر، به یک چیزی که اگر در اونجا منی ما نباشد، فکری ما نباشد، من فکر میکنم که از سبب‌های عقب افتاده در این زمانی ما هم همین نسخه برداری کردن و گفتن و اونجا دیگه شخصیت ما گم میشه. بسیارا میگن که سعدی حتی در غزلش میگه که اون شرابی که شما میگید از راه حلق نیست، اون شرابی که من در نظر دارم. ولی وقتی که به اشعار حافظ و خیال ما نگاه میکنه، آدم فکر میکنه که یک نفر اگر شراب نخورده باشد یا می نخورده باشد نمیتواند همچین تصویر داشته باشد. مثلا ما از یک شراب نوش یا یک از می نوش وقتی که نظر میکنیم یکم حالت دیوانگی یک کارهایی را میبینیم، ولی اون نمیتواند که چی بگم برداشتی ما رو، همون فانتزی تخیلی ما رو به این درجه برد که از سری او چی میگذرد ما داشته باشیم. شما فکر میکنید که همین بزرگان دست به شراب نبردن، مثل نظامی گنجوی و دیگران؟ نظامی گنجوی را شما نام بردید. نظامی گنجوی در یک شخصیت خیلی مشهور بود، خیلی معتبر بود در نزد شاه. در خسرو و شیرینش هم این صحنه نگاشته شده است. یک روز شاه او را دعوت میکند برای مهمانی به دربار و وقتی که ساعت آمدنی که نزدیک میشد، نظامی گنجوی نزدیک میشد، شاه میگفت که آنها داشتن استراحت میکردن، شراب نوشی میکردن. گفت که تیز این دستار شراب نوشی را همه را بردارید، همه را بیرون کنید که حکیم نظامی تشریف میارند. حکیم نظامی هم گرچند در یکی از مبتکران ژانر ساقینامه حساب می‌یابد، چون که در اسکندرنامه‌اش در آخر هر بابش در قسمت شرفنامه درباره ساقی 4 مصرع سروده است و در
اقبال نامش درباره مغنی همینها را جمع کرده. عبدالنبی فخرالزمانی در قرن 17 در تذکره میخانه‌اش از اینها ساقینامه ساخت و که اونها بعد از این ساقینامه و او دیگر شاعران پیروی کردند، ساقینامه‌های خیلی زیاد سروده شد. و بغیر از این در صنایع خودتان صنایع را میدانید که قبل از گرویدنش به عرفان چه شخص بود؟ یک شخصی میخواره بود، یک شاعری مداح بود. وقتی که شنید که آدم های بدمست درباره میگویند این صنایع که ببین که با یک متن نوشته است برای اون پادشاه که چی است، بعد این از این کار از این دست میکشد و میگرود به عرفان. و در تاریخ ادبیات همیشه اگر شما یادتان باشد منصور حلاج هنگامی که گفت انالحق، برای آنکه اون رو درک نکردن که اون چی خواست می تحت این مفهوم که انالحق من خدا هستم چی میخواست گفتن، اون رو به سر دار بردند و دار کشیدند و چندین آدم های رو ما میدانیم که برای همین سخنهای متناقضشون، برای همین سخنهای پارادوکس گونهشون که درست فهمیده نشد، درست نفهمیدن، اینها را جانشان را ستاندن. و برای همین شاعران مجبور بودند که به هر وسیله به هر واسطه تاکید کنند که شعر آنها که مملو از واژگان شراب است، می و شراب و باده هست، تاکید ورزند. مثلا در هاتف اصفهانی یک مثال من برای شما میارم، میگوید که هاتف ارباب معرفت که گه مست خوانندشان و گه هوشیار، از می و بزم و ساقی و مطرب و از مغ و دیر و شاهد و زنار، که به ایما کنند گاه اسحار، پی بری گر برازشان دانی که همین است رازی آن اسرار، که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو. یعنی میگوید که تمام این چشم، گیسو، ابرو، خال، بوسه، لب، شراب، مستی، ساغر، همه این چیزها را میگوییم اینها عباره ها هستند. یعنی اینها عباره هستند، اینها کلمه هستند که زیر این کلمه ها اشاره ها هست به آن جهانی تجربه عرفانی اهل تصوف، شاعران اهل تصوف مثل شمس مغربی، مثل فرید الدین عطار، مثل سنایی قسمت دومی زندگیش، مثل مولانا، که این منظورشان از این شراب روحانی است. و چرا از همین مفهوم شراب، مفهوم های حرام استفاده بردن؟ چرا از مفهوم های حرام استفاده بردن؟ میدانید برای عارف بسیار مهم است. عارف اصلا شخصی هست که 24 ساعت اگر ما و شما 5 وظیفه های مثلا فرضی خودمان را در دوام زندگی ما انجام دهیم و 24 ساعت زندگی در هستی خدا دارد. میجه بر هم نزدم آینسان در همه عمر، بس که در پیش نظر زفق تماشای تو بود میگوید. خب. یعنی همیشه زندگیش در همین یاد و ذکر خدا در یاد و تلاش یاد نه، این تلاش رسیدن به وصل خدا. و همین حالت هایی که ما اینها رو مینامیم تجربه عرفانی، یعنی تجربه باطنی شاعر عارف یا عارف شاعر، بهترش عارف شاعر. این حالت هایی هستند که اصلا تصویر ناپذیر هستند، اصلا دشوار بیان هستند، اصلا قابل بیان نیستند. یعنی هم تصویر ناپذیر هستند، هم دشوار بیان هستند، هم قابل بیان نیستند. زیرا که زبان ما، زبانی نرمتیوی معمولی ما اصلا برگرفته و ساخته شده است در اساس آن محیطی که ما در آن زندگی میکنیم. ما هر چیزی را که میبینیم به آن نام مینهیم.
و آن چیزی را که نمیبینیم نام آن را ما به دشواری می‌نهیم. با چندین راه ها، یکی از راه های نام دادنی همین چیزها، احساسات، فهمش ها، ادراک ما، پیدا کردن مرادفات همین است، مشابهات همین حالت های ما هست. مثلا در عرفان، بخصوص عرفان خراسان، بخصوص عرفان شاعران ما، نه عرفان وحدت وجودی ابن عربی، عرفان عشقی، عرفانی که پادشاهش مولانا هست. یک حالتی هست، حالت وصال، که این را در عرفان حالت خلسه میگویند. یعنی حالتی که همین از مست شدن، از خود بیهوش شدن، هنوز سکر نیست، حالت خسله هست، خلسه ببخشید. در این حالت ها اینقدر شباهت به حالت مستی دارند، که شما این حالت را به چیز دیگر بیان کرده نمیتوانید، به واژه دیگر، چون که همین حالتی سکر و خلسه حالتی هست که برای شما حالت وصال است با یارتان، برای شما شادمانی میارد، سرور میارد، ذوق میارد، شوقتان زنده میکند، شما را آتش میگیراند، تمام باطنتان. این همون لحظه هست که به همین مستی از باده واقعی بسیار مانند هست. برای همین این شاعرای عارف از این چیزها استفاده بردن. یعنی هم تشبیه که شما در کتاب میگین همون در نظر دارید، تشبیه میکنن این حالات. بله، چون که برای شاعر عارف، برای عارف شاعر بسیار مهم است. اصلا برای عارف صداقت داشتن به کلام، صداقت داشتن به سخنی که از زبان شما میبرد، باید صداقت داشته باشید، باید سخنتون دروغ نباشد. چون که کلام برای اهل عرفان کلام مقدس هست. چون که اولین کاری که خداوند انجام داد از روی تعلیمات آنها، وی گفت که شو و شد، مثلا آفرینش به وجود آمد، و همین شو گفتن هست و همین واژه هست که واژه همین خاصیت قدسیت به خود میگیرد. و برای شاعر عارف شاعر هم واژه بسیار بسیار اهمیت دارد و صداقت به کلام او را مجبور میکند که از تمام آن محدودیت ها در سنت های رایجی دینی، مثلا مذهبی، بیرون رود. چون که برای وی گفتن صداقتمندانه بسیار مهم است. در پهلوی این، از خاطر آنکه عارف، یکی از ویژگی های عارف این شخصی هست که همیشه گرفتار هست با مسئله های متافیزیکی و مسئله های الهیات، و نگاه وی به همین مسئله های الهیات کاملا نگاه زیبایی شناسانه هست. همون گفتید که چرا از واژه های حرام در بایشون استفاده کردن در کلامشون و در شعرشون و در صحبتشون. میتونه به این یک نظر دیگه توجه روزیش که در اون وقت این مفهوم عام فهم بودن، دسترس بودن، هم میتونستن بفهمن، یعنی تأثیری بیشتر داشتن. یعنی از این طریق، از طریق مای، از طریق شراب گفتن، یعنی عام فهم شدن، تست قبول شدن. مثلا از امروز خیلی که ما از فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب برای رسیدن هدف یا پیاممون استفاده میکنیم، شاید اون وقت برای رسیدن هدف پیامشون از این کلمه شراب و باده و اینا استفاده میکنن. کاملا درست میفرمایید، چون که شاعر برای مخاطبش میگوید و ذوق مخاطبش رو میداند، دایره دانش و فهمش های مخاطبش را میداند که مخاطبش در دایره سنت های ادبی پرورش یافته، ذوقش مثلا تولید شده است، تشکل و تکامل یافته است، و شاعر استفاده میکند محض از همان فرموله ها، از همان ابراز هایی که معمول هستند در سنت ادبی. در مجموع در همون دوره در خلافت اسلامی مثل خیام و نمیدونم سعدی و حافظ اینا سرکوب نشدن، یعنی اندیشه هاشون نفتن که شما مای میگید، شراب میگید،
дигар аз маърака берун бошад, зиндон бошад, ҳатто румиро бибинем ки чӣ қадар мазоҳиб ба наздаш омадану пайравӣ шунанд. Вале имрӯз як андешаҳои хатарнок дар ҷомеа ба вуҷуд меояд ки инҳо вақте ки дар бораи маю шароб суруданд, инҳо дигар масалан аз дин берунанду фалон, ҳамин хеле гурӯҳҳои пайдо шуданд, нафароне пайдо шуданд ки ҳамчун назар метиҳанд ба ин бузургон. خب این از کجا منشأ میگیرد که این خیلی یک نظری منفور داشتن به خاطر آنکه او در کلامش از ما استفاده کرد، از شراب استفاده کرد. هستند همیشه در جامعه اقشار مردم هستند که کاملا بینش‌های دیگرگونه دارند. مثلا بعضی مذهب‌های ما مثل وهابیه، مثل سلفیه، بعضی چیزهای نو برآمد که خیلی افراطی هستند متاسفانه و با یک اندیشه طالبانگی به این موضوع برخورد به فرهنگ ما مثلا برخورد میکنند و هر چی که از اون بینش‌های خیلی خشک و خیلی ظاهری اونها بیرون هست، اونها را اینا کفر میحسابند و مثلا چی میکنند. این کمال بدبختی هست متاسفانه و من مطمئنم که این چیزها موقتی هست، زیرا جامعه تاجیک ما اگر ببینه در جامعه ما جایگاه مردم دینی، نمایندگان دینی ما، مثلا عالمان دینی ما همیشه جایگاه معتبر داشتن، چون که آنها بغیر از قرآن دانستنشان همشون مولانا میدانستن، حافظ میدانستن. اینجا مثال آورد قرآن کریم با همون ویژگیش، با همون قداستی که دارد، برای مکافاتاندن همون پیروانش یا مثلا برای خیلی جالب‌گزیر بودنشون میگه شما وقتی که میرید از دریای شراب، یعنی همین شراب استفاده میکند قرآن، از دریای شراب مینوشید، مثلا درباره شراب هم سخن میرود، فکر نمیکنید که همین عارفا و دانشمندان مورم بعضی در پیرو تکیه به همین از همین شراب مثال میزنند در وایش. مثلا قرآن با همون قداستش که در جایی که شراب را منع میکند و در جای دیگر از اون مثال میزند برای پیروانش. یعنی یگان همبستگی بین آنها عارفانی که در اشعارشان استفاده کردن و قرآن وجود دارد به فکر شماست در این تحقیقاتتون؟ پیوستگی همین استفاده همین واژه ها. ببینید بهوده عبدالرحمن جامع نگفتن که معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. اصلا همین شعر کلاسیکی ما در دامنه روایات، حکایات، قصص قرآنی تولید شده است. ببینید چقدر از سلیمان و چقدر از یوسف و از ایوب و دیگر چیزها، سرتاسر همین تلمیحات خیلی زیاد است در ادبیات ما. و در قرآن یک مفهوم هست با نام شرابن طهورن، یعنی شراب پاک. همین واژه طهور بسیار برای من واژه عجیب بود. وقتی که من همین مفهوم باده را در قرآن تحقیق میکردم، باید گویم که همین مفهوم باده نه تنها در قرآن، در انجیل هم هست، در تورات هم هست، در تمام ادیان هست. این مثلا کشفیات چیز نیست. و چرا این هست؟ چرا این آیا نمیشد که شما بدون همین مثلا بهشتتان چه شود؟ سازمان داده شود، مثلا تصویر بهشت. لیکن همین تجربه های مردم است، همین جایگاه همین شراب در زندگی مردم است، همین عشق و علاقه و تمایل و خواهش مردم به همین چیز است که اینها را به نوبت گرفته. تو در این زندگی از این چیز نخور که تو را به درد سر، تو را به بیماری میارد. من برای تو در آن دنیا آن شراب میدهم که از وای سری تو درد نکند، وقتش خوش، پاکیزه‌تر، بهتر، هیچ غمی نداشته باشه از پایش. همین شراب طهور مثلا زمخشری، یکی از گذشتگان عالمان بسیار مشهور ما که یک تفسیر بسیار خوب دارد بر قرآن. یگان عرب همین طهور، واژه طهور را شرح درست نداد که این چه است طهور. شرح زمخشری بسیار عجیب است. میگوید که طهور ما وقتی که آب میریزد در زمین و پاش میخورد،
آن را جمع کرده میاریم، آن را تغییر میکنیم، یعنی جمع کرده میاریم. وقتی که انسان در تمام روز، در طول روز که با گرفتاری ها در زندگی همیشه خاطرش پریشان، همیشه چی هست؟ پریشان هست. وقتی که شب می آید می نشیند سر سجاده و نیایش می کند به خدایش، پیش از نیایش همین خاطرش را تطهیر می کند، یعنی همین خاطر پریشانش را جمع می کند و پاکیزه می کند و همین با یک یگانگی باطنی مثلا در مقابل خدایش می نشیند. همین مفهوم شراب طهور را من پیگیری کردم، 7 مراتبه در مثنوی معنوی مولانا آمده است و بسیار شعرهای دیگر ما من متاسفانه حاضر مثال آورده نمیتوانم، بسیار استفاده بردن. لیکن استفاده که شاعران میکنند، اصلا عارف شاعر گرچند عارف شاعر هم باشد و صداقت به کلامش هم داشته باشد، برای وی بسیار بسیار مهم هست شاعرانه گفتن، زیبا گفتن و از همین مفاهیم قرآنی خیلی فراوان استفاده کردن. در همین کار تحقیقاتتون استاد موضوع رو باز گذاشتید، یعنی یک فرمول دقیقی که مثلا از همون 3 گروهی که میگویند یک نفرش که این شراب واقعی است، گروه دیگر میگویند که نه این شراب عرفانی است، دیگر میگویند که یک تشبیه است که استفاده کردن، ولی این موضوع هنوز باز مانده است. در آینده امکان دارد که ما از تحقیقات شما اگر از اندیشمندان علومون دیگر به همین نتیجه برسیم که یک فرمول درست‌تر رو برای جامعه، برای اهل علم پیشنهاد کنیم تا بگن که در شناخت می و شراب در عرفان، در ادبیات فارسی تاجیکی همین چارچوبه وجود دارد، همین فرمول، یا شما فکر میکنید غیر امکانه؟ کاری که من کردم یک مرحله پژوهش من بود. اگر امروز من این کار رو نویسم، کاملا یک کار دیگرگونه می نویسم و درباره این 3 نظر که مثلا شعری واقعی، تصویری واقعی است، تصویری مثلا مجازی هست و تصویری ادبی هست. این 3 چیز هست. البته این 3 چیز تا هنوز من به این عقیده هستم و درست میفرمایید که یعنی در این کتاب من این مسئله رو باز کرده نتوانستم، چون که مسئله های دیگر بسیار مهم بود و در بخش تاجیکی این کتاب، در وریانت تاجیکی این کتاب من راجع به این مسئله کوشش میکنم تا اندازه توانم هست به این سوال ها پاسخ گویم و پژوهشگر وظیفه دارد که به این سوال هایی که پیش خواننده‌اش مطرح شدن پاسخ گوید. من اون بیننده های برنامه کتابخوان که این صحبت رو منتظر بودن، یعنی شراب و می در ادبیات فارسی، از نگاه شما، از دید شما چی گفتن است و این صحبتتون رو مجموعاً خلاصه کنید تا ما هم به برنامه خاتمه بخشیم. که منتظر بودن این صحبت شما رو. متاسفانه درباره می و شراب با ساقی با در دوام 40 دقیقه این همه گپ گفته نمی شود، همه گپ خیلی موضوع وسیع و نازک هم است در جامعه سنتی، خیلی وسیع است، بسیار بسیار وسیع است. من امید دارم که خداوند برای من یک سلامتی درست دهد که همین کتاب وریانت تاجیکی کتابم چاپ شود. من در اونجا کوشش میکنم که خیلی مفصل کوشش کردم و کار کرده استادم، خیلی کتابی از این فرق میکنه با این پاسخهای خواننده تا اندازه جواب گویم. من فکر میکنم که صحبت آخرین ما نیست در این موضوع، سلسله صحبت‌های ما در برنامه‌های بعدی ادامه می‌یابد و ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد، چون یک موضوع خیلی جالب است برای جامعه ما، برای بیننده برنامه کتابخوان و برای آنهایی که این موضوع رو دنباله‌گیری میکنند. استاد بار دیگر به برنامه خوش آمدید و تشکر که دعوت رو پذیرفتید. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و مددگارتون.